چاکا جیجه دارم جیجه سگ جیجه گل جیجه پپی جیجه رئیس بابا بگذار کوئی نکنی بگذاری کنم بفرشم یک کلم شما با یک کلم شما میرم آلا دل خشپاله میگیرم جیجه دارم جیجه سگ جیجه که تربیت شد جیجه که شغال بگیره جیجه که مرغا شمار نگذاره شغالا بخوره بیای برادر جیجه داره جیجه آره من میگذاره که غیقشون شمار بفرشم مثل سگ بری کوکر میکنی غیق میکشی جیجه برادر سگ به جمالی آورده 90 تا جیجه داره جیجه کجه بیا که برای جیجه میگیشتی بیا جیجه سگ بیا بدیران بله کجا ویدی پپیو اینا در جوان سر 90 تا بود 90 تا بود بس نزدی که چیزه پرخاک میشی دون چند دیگه چی؟ 1500 بی برا 1500 دونه یواد یکی برای فقه مفته بدی با میگی 1500 اینا تاشم اینا نون خشکه آوردم از اینا سلخی آوردم از اینا دون چند یا خیلی گیله 1600 به خدا هم نیست چی خود تو که بالا رفتی پی نمدی اول میگی 1500 دو میگی 1600 یک نیم صد دیگه هم بالا رفتی بالا رفتم یا کم آمدم بالا رفتی خود 150 کم بده برو بیای منو دا گیله چی؟ آخی فرشه پیرمه بیام پیرمه نکی که گیله چه جوجه آوردی جوجه سگه نه آورده ماما نبید کی آورده اینو؟ شما آورده گیله که آورده اینو؟ اب شما بدی سمیته زنگه کسی به خواب شد که ستی اینو استقیق کشید دنیا 1500 میفریشید ماما نبید چطور که؟ دنیا 1500 میفریشید نخوام از فرو چیار میکنم یک نه کسی لیتو بس اینا چیه؟ اینا کیلوه جوجه سگه اینا کجا بده دو تا ست تا گیلک اینا ببردید که بفروشه اینا بیان دیگه واسه که شغالا رو بگیره یا کن کلون شه اینا شغال میگیره کلون شه تا کی ماه کلون شه؟ دیم مواسه گوشته کلون شه اینا شما آوردیم با گیلک اینا ببرده که بفروشه برو رازات تا شغال این منطقه میایمی که تو مرغا و گوسفندا ورا بود مامان رو زل از اینا ریاله کنیم بریم اینا مموره این جوجه سگا گناه داره که شما اینا جمع کردیم به امید یک روزه که اینا شغال بگیره شغال اینا رو اول جلوتر مرغا پاک اینا رو میخوره اینا رمضان جان اینا خفاس داره تا خفاس هم اینا صبح میرون مسلخ برای مسلخی میارون اینا بیرغن جمع نمیکنه دو ماسه بیشتر سگا کته شه شما اینا روش میکردیم به چه شما گیلک اینا رو بر نمیدش نمیفروختک من نبودم مخنک میبینم که کلر میکنم بیای بسرا خوب معامله والله پیار جوجه سگ میاره بچه با میبره اینا رو میفروشه وای کدی مگنه پیار گوشیار بوده نی هم بچه پیار مقال شده ایلا یک دقیقه بس صبر کن بله اشتانی جانجوره پیار هستی خیلی هستی جانجوره پیار هستی شکر دارم از امی جوجه پپی ها خواهم که برای ما بده جوجه پپی فریشیه دونه چند میدی 1500 دونه 1500 خالی میگیره پیار بیاوردن خود مادری و 90 تا بود دیگه تو به حساب همسایه داری من میگم که مفته بدی برای من مفته؟ اول پیار مونه برات بشد اگه اونجگاه برو تاقله سیکو اگه او رو نمیتونی خیر سبا بده نه اونه با تاقله برو خیر با 20 هم تو شیرینی بده 20 ریپیه 20 پیار و برات من خودی چی برات من شما پیش کجیر پتر خودی اونا بجستو به حساب همسایه داری گیل یک از این پپی ها خوب بیار دیگه برو اونه تاقله با سیکو پیار من چی میگم بده
منطقه ما از تو مال چی؟ چی نمیگم تو خاطر رفیق منی چطور رفیق منی؟ ما با تو میگم بیا ما به پیار تو نمیشه بگم خب میفهم یعنی میگم به تاقله اون اینجا ما اصلا بریم برفشم پیار و خود چی بلد نمیان نکر نمیرفشیدم بولو آخرم تو علی اموق زنی جون جمع کردی آیا بله خیلی جمع کرده برو خیلی جمع کرده چی جمع کردی؟ 4 تا شاخله بودی بله خیلی اونا قرد کرده اونا همه چیز کرده بولو دگه اموق زن بگی که بکتا دو همونا رو میاردی همین جگا میاره اونا ناقص کرده بیده قرد آخه اموق زنی دو مادم جمع میکنه تو با پولا بدی بابا همی تایی میامد اونجی دونگی لگ به سر رامه بود 100 تا 4 تا جوجه سگایی به پیچی بود ای میفرشید مستم از یکی بخرم خوب چیده بود گلو خوب کاریه و چی خوب کاریه؟ ما لیله میکنه اکسلشن نون نبودی برمه بابا میارم منو کتو کچاش تو که مداغم شکم خود کی میاد ساعت 12 بجی شده از فیلم ما بعدی نماز که تو من دیدیم ما قطع کرد خلاص همه تیار کرد اینا رو چیز کردم تا از این همه رفتی برات به گله گرفتی خب مستم سگ بیارم همون مرغا ما رو همه شغالا بخورده همون میاد دو ما جمع میکردیم کلون میشد دل جمع میشدیم دست شغالا و گرگا ما از این هم سگم اینا همه قطع کرد اینا همه چیز کلونا سوا کرد خوتوا سوا کرد خود چه خدمت کنم وظیفیتونه نون میاودی برمه بابا میارو هنوز کتو کچاش بری چاشو خیلگم بیاری بیا بیا اونی بریم همونا رو بیاریم بولو بله میگم هم اینا رو همه بگیریم بفروشیم از که ببریم بسترا بفروشی بفروشیم میای اینا به زحمت خونه میاد کی بیکاره اینا جمع کنه ور داره ببره خیلی اینا زحمت داره من 20 روپیه میده کی بفروشیم گلو کو همون آدم کماله بخره همین همسایه بگم میخرم رو باش که بخرم گلو چی فایده داره والله اگه به زحمت خواهم اینو بیارده همین همسایه بگم میخرم خیلی گلو بکن پیدا شد که جور باشه حقیقی جان جور باشه $20 مدو خیلیاتی راستی جوری خیریاته چی گپای یار خوشحالی خیلی گلو من نباشی یار از اینجا دست دادی یاره یار هستی چی کار میکنی؟ هیچ چه میدون ما جمع میکنیم ببریم به خونه آتیش تنوری دگدون ایبر نون پخته بسته می سهرها ازم شد و تو جمع کردی ببردی چه کار کنین دیگه بده مینا جوان سر به من که از تو بخرم نه بابا میخری میخرم اشتر نمیخرم همینای همه مینای اونا مسته اینا مسته دیگه نیه؟ نه خوبه دیگه من چند میدی که جیر؟ همیت خاطری شما همسایه مانیم دوست مانیم من 20 روپیه من 20 روپیه؟ اینا همه جینگله که جیر بابا همه پوله سید خوب کنیم پول یک دونه دو دونه کدیم اینا همه خوشته که شنگ میکنه این 4 تا بنادیم به تنور 30 تا نونه بوده شما بذارم به تنور وا میاره خوب ازم تر کی خریده؟ ازم خوش که میخرم اینا جوان سر من 8 روپیه ما جینگله شما میشه گلک کردین لالا رمجون او هم پیپیای بیارد جوجه سگای به پیش خود گفتم گیلک دونی چند یک دونی 1500 1500 گفتم برو کاکا برات من مثل گیلک نه مثل تو من چند میدی؟ آخری من 15 روپیه اگه خوشین برداریم نیم شما رو به خدا سپارم پس تو دیگه گپ گیلک همین سگا خورو میفروخت دونی 1500 تام حال با اینا رو من 15 روپیه میفروشم بابا ایدو من خوشگیه برانم اینا شنگ میکنه کجی جان بله کسی جینگل من 15 روپیه نمیخره برو بدو نه نمیدون به 9 روپیه میدی؟ به 15 تا جین کم باشه نمیدون به می دهی که از همون تو خطا خورده مال من 10 روپیه میدی؟ نمیدونه نمیده من مال 15 اختیاردار تو نی یا اینه؟ بابا منو 15 روپیه چی کم خب پس هیچی دیگه به 10 روپیه ما اگه به 10 روپیه میدی حساب کنم نه بریم خیلی پس به می هفته واس الله اینا همه جمع که تو اثر کله تو کاش خیلی خود با جمع میکنیم بریم شما به خدا شد شما برات مال مفت میگردی تو که بیخی برای مال مفت نمیدی تو گیلک گله داری خود تو گیلک بدتری بلو جمع کو که بریم جمع کو که چا شد به ورق ولشته ولو بابا جمع کو دیگه اینجا به خورده میدی جمع کو من مونده کره من خود نشال شهید شدم من کمر به درد نکنه یه خدمت کنم وردا بیا چی وردا خدمت به اینا همه جمع کرده دیگه نمیبینی
نه مره کرو